سلام بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. امروز جمعه 10 می است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. مرگ مهاجری کاری تاجیک در زیر چرخ الکتریکا در شهر مسکو تحقیق می شود، ولی فرضیه دیگر هم وجود دارد. چرنگوریا 14 نفر کودتاگران ناکام از جمله 2 افسر استخبارات روس را زندان کرد. مشتریان منزلی دسترس میگویند دولت پول‌های به ساختمان داده آنها را باید کفالت دهد. ما فیرمای شخصی نرفتیم، ما ایمینوی فیرمای حکومتی رفتیم. من این روز ده باشد ما میگن که شما گناهگار. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. محمود جان رحمتزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولاب امروز هدفی облава قرار گرفت. هرچند او قبلا در صف نیروهای مسلح تاجیکستان خدمت کرده است. با این وجود افراد با لباس ملکی که خود را پترول میگفتند خبرنگار را به کمیساریات حربی بردند. پایان این ماجرا با چه انجامید کیومرسی عطا قصه میکند. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر کولاب محمود جان رحمتزاده مورد облава قرار گرفت و تنها پس از پیشنهاد دلیل آزاد شد. حادثه روز 10 می در مرکز شهر کولاب رخ داد. محمود جان رحمتزاده را مجبوری به ماشین بار کرده بعد دعوایش که او افسر است به کمیساریات حربی نبردند. این افراد خود را پترول معرفی کرده در تن لباس ملکی داشتند و شهادتنامه‌هایشان را نیز نشان ندادند. مقامات تا به حال این وضعیت را شرح ندادند، ولی در گذشته وجود همه گونه облава را رد کرده بودند. محمود جان رحمتزاده سالهای 2012 و 2013 در قسم نیروهای مرزبانی در ناحیه درواز ولایت بدخشان خدمت کرده است. او گفت که حالا به دادستانی شهر کولاب مراجعت کرده است تا عملکرد مسئولان جلب مجبوری جوانان به ارتش را تحقیق کنند. چند عکس لحظه‌ای به ماشین بار کردن محمود جان رحمتزاده در اختیار رادیوی آزادی هست. همچنین رد و بدل پترول ها با خبرنگاری رادیوی آزادی در داخل ماشین ثبت شده است. در آغاز نوار اودیویی پترول ها دغل گفته تنها در آخر با نرمش تاکید میکنند که باید بچه ها به ارتش روند. آنها میگویند اگر تو خدمت کرده ای جواب. در یک سال آخر بار دوم است که خبرنگاران رادیوی آزادی облава را تجربه میکنند. ماه اکتبر سال گذشته کارمندان کمیساریات حربی ناحیه اسماعیلی سامانی ملا رجب یوسفی را облава کرده تنها بعد از دیدن بلیط حربیش جواب داده بودند. مقامات میگویند در کشور облава یا جلب مجبوری جوانان به ارتش وجود ندارد، زیرا تعداد اختیاران خدمت افزوده است. اما مسئله облава سال 2 دفعه هنگام جلب جوانان به خدمت بهاری و تیرماهی به ارتش داغ می شود. در موسم بهاری امساله دعوت به ارتش نیز چند نوار облава در دوشنبه و منطقه های دیگر کشور به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و باعث به بحث‌های تند شد. بر اثر ظاهراً تصادف در خط راهی قطاری برقی در شهر مسکو یک مهاجری تاجیک هلاک و یک تن دیگر سخت زخمی شده است. به گفته مقامات امیرجان مینی قولوی 26 ساله با جراحت‌های سنگین در بیمارخانه بستری شده، برهان تقایوی 34 ساله در جای حادثه هلاک شده است. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت حادثه ساعت‌های 22 شب 7 می رخ داده است، ولی تازه شخصیت این 2 نفر را مشخص کردند. به گفته او 2 مهاجر شبانه برای خریدن شیر بیرون می روند و به خاطر کوتاه کردن راه از خط قطاری برقی یا خود الکتریکا عبور می کنند. هنگام عبور راه قطاری برقی از سمت مقابل حرکت کننده را جوانان نمی بینند و زیر چرخ آن می مانند. مقامات فعلا برای به وطن انتقال دادن جسد مهاجر به نزدیکان او کمک می کنند. روسیه میزبانی بیش از 1 میلیون مهاجری تاجیک است که به خاطر دریافت کار به این کشور سفر می کنند. از هلاکت مهاجران در صدمه‌های راه و نقلیات، هلاکت هنگام ساختمان بلندآشیانه زود در مطبوعات روسیه نشر می شود، ولی سبب‌های مرگ مهاجران در اکثر حالات تا به آخر تحقیق نمی شود. سال گذشته تابوت 966 نفر مهاجران تاجیک به وطن انتقال یافته است که با دلایل گوناگون در روسیه فوتیدند. روز 9 می دادگاه کشور چرنگوریا یا خود مونتنگرو 14 نفر و از جمله 2 خادم اداره اکتشافی نظامی روسیه را با جرم کوشش راهاندازی تبدلات دولتی در سال 2016 به مدت‌های گوناگون از آزادی محروم کرد. به قول دادستان‌ها هدف از تبدلات دولتی که خنثی شد جلوگیری از عضویت چرنگوریا در پیمان ناتو بوده است.
حکم دادگاه صادر شد و خلاصش این است که در سال 2016 روسیه کوشش کرد حکومت چرنگوریا را سرنگون نماید. روز پنجشنبه دادگاه عالی چرنگوریا 14 نفر را با جرم کوشش تبادلات دولتی محکوم کرد. دادستانها این گروه را که در آن 2 خادم اداره اکتشافی روسیه شامل بودند با تلاش برهم زدن برنامه ورود چرنگوریا به پیمان ناتو متهم کردند و دادگاه روز 9 می در شهر پودگوریتس گروه را با تروریسم و تشکیل اتحاد جنایی عیبدار دانست. آن پیام سیاسی که من امروز شنیدم این است که روسیه و سربیا گناهکار هستند. این مسئله جنجال برانگیز است. کرمل دست داشتن نهادهای دولتی روسیه در این حادثه را رد کرده است. محاکمه تلاش تبادلات دولتی نزدیک 1.5 سال ادامه داشت. به عقیده دادگاه گروه میخواست هنگام انتخابات پارلمانی سال 2016 بنای پارلمان را اشغال و سروزیر میلا جوکانوویچ را به قتل رسانده حکومت رو به مسکو را سر قدرت آورند. ادوارد شیشماکوف که همچون افسر اکتشاف نظامی روسیه شناخته می شود به مدت 15 سال، یک شهروند دیگر روسیه به نام ولادیمیر پوپوف به مدت 12 سال زندانی شدند. 2 رهبر جبهه دموکراتی رو به مسکو اندریا مندیچ و میلان کنیزیویچ 5 سالی از آزادی محروم شدند. جوکانوویچ در کرسی سروزیری باقی مانده سال 2018 رئیس جمهور انتخاب شد. چرنگوریا باشد همچون عضو 29 به عضویت پیمان ناتو قبول شد. دیپلمات‌های کشورهای غربی میگویند حکومت‌های نیم جزیره بالکان باید زیرکی را از دست نداده به کوشش‌های نفوذطلبی روسیه مقاومت کنند. خوشبختانه نظر امریکا و اتحادیه اروپا به نظر ممالک قسمت غربی نیم جزیره بالکان همسان است، ولی روسیه به تبهکاری ادامه می‌دهد. ما شاهد این امر در اجرای سازش پرسپا اثنای تغییر نام مکدونیای شمالی شده بودیم. این حال در چرنگوریا هم جای داشت و حالا در سراسر منطقه جریان دارد. بینندگان عزیز، رقم‌های مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می‌خواهید خبر، عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیوی آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می‌گیریم و جزئیات را می‌پرسیم. پرزیدنت امامعلی رحمان گفت مسئولان بانک دولتی امانت بانک نفقه شخصان فوتیده را از آن خود می‌کردند. این نکته را روز 10 می پرزیدنت در جریان ملاقات با نمایندگان بخش مالیه و بانکداری بیان کرد. با گفته پرزیدنت در پی بی‌نظارتی و فارغبالی شخصان مسئول، برخی کارمندان بانک و اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه در 211 حالت نفقه شخصان فوتیده را به مبلغ 360,000 سومانی تصرف کردند. برای مثال پرزیدنت از پرونده ندژده لبدوه معیوبی گروه دوم و نفقه خور یادآور شد که 1 نوامبر سال 2012 وفات کرده است. اما پس از 25 ماه بعد مرگ این زن هم به صورت حسابی نفقه او زیاده از 20,000 سومانی پرداخت شده از جانب الف بیکوف کارمند امانت بانک با استفاده کارت بانکی قلبکی مبلغ را تصرف کرده است. در مجموع دوام 10 سال گذشته در امانت بانک 235 تفتیش و سنجش های مالیوی گذرانیده شده به مبلغ 151 میلیون سومانی ضرر مالیوی و قریب 2 میلیون سومانی استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجتی آشکار شد. اموال نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس و چند از همراهانش را به حبس گرفتند. آنها با اتهام قلابی در بازداشتند. حبس اموال گمانبران قضیه منزل دسترس در حالی است که مشتریان شرکت را بیشتر تقدیر ناروشن پولهایشان نگران کرده است. مشتریان با توجه به قضیه‌های دیگری به این مانند میگویند از حبس و مصادره اموال رهبر بانک هیچ فایده نیست. تنها خواست آنها برگردانیدن مبلغ و یا صاحب شدن به خانه از این مجموعه است. ادامه موضوع در گزارش همکارم علیشیر ظریفی و امریدین آلیموف. مشتریان طرح منزل دسترس با نگرانی از تأخیرکاری‌ها در بررسی قضیه این شرکت می‌خواهند به این بحث هر چیز زودتر نقطه گذاشته شود. میرزا رحیم بابایوف مشتری منزلی دسترس است. میگوید سالها در مهاجرت کار کرده است تا صاحب خانه شود و از مشکل اجاره نشینی رها یابد.
соли 2015 барои хариди хона ба масъулони манзили дастрас $25,000 дода аст. که ماه آگوست ما اومدیم پیش همین راهبر حاضرش در اومدیم همونجا یک کتیبهش اومد شخصا مرا نشون داد گفت خونی یکم دیگه آدم رو ما فروختیم. مقامات دادستانی کشور اموال نورالله نعیموف رئیس سابق منزل دسترس و چند از همراهانش را که به اتهام قلابی در بازداشت قرار دارند حبس نموده است. گفته می شود حجم مبلغ به حبس گرفته آنها حدود 20 میلیون سومانی است. سوسن نیازова 3 سال پیش با امید صاحب منزل شدن با مسئولین منزل دسترس $14,800 پرداخت کرده است. ما فیرمای شخصی نرفتیم. ما ایمنوی فیرمای حکومتی رفتیم. من این روز ده باشد ما میگن که شما گناهگار. ما نمیدونیم گناههای ما در چی. با اطلاع شهرداری پایتخت منزل دسترس در حال حاضر همگی 825 مشتری دارد و کارهای ساختمانی در این شرکت ادامه دارند. طاهر یار محمدов یکی از جبردیدگان دیگری منزل دسترس میگوید امیدوار است دادگاه قرار صادر میکند که او صاحب سرپناه میشود. خیلی همه حکم میکنه که مردم یک کانون شبیه و با پگاه یک صاحب خانه پگاه با مثال یک صاحب یک خسکپای بشه که مثال در قد کوچه نمونه. ساختمان خانه‌های منزل دسترس در دوشنبه سال 2013 شروع شده قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا کند. نفران بیخانه در دوشنبه در این طرح راه حل مشکل خود را می‌دیدند ولی در 5 سال گذشته مشکلشان دوچند شد. حکومت شهر دوشنبه ترالیبوس‌های نوی را به پایتخت آورد که با یک مراتبه نیروی برق گرفتن قادر است تا 20 کیلومتر حرکت کند. حکومت برای خریداری این ترالیبوس‌های معاصر از بودجه شهر حدود $1 میلیون خرج کرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم شهلا عبداللهیوا. سیده بیگم با وجود تجربه بیش از 30 سال رانندگی کم احساسی ترس دارد. هیجان داریم که کم ترس است. کم ترس شدیم خیلی گپ نمیگذرد این کار. و امروز مسافران را با ترالیبوس نوی بیسیم به جای لازمه میبرد. این نوی ترالیبوس را در منطقه آسیا مرکزی باری اول به شهر دوشنبه آوردند. کامپیوتر کتی کم ترک از منتر روزی توپ سیده نداریم. حالا آموزگاران رانندگان را همراهی میکنند. بلاروسیا آمدن 15 روز ما دست به اشتراک کردیم. همه چی را آموختیم ما. من اپام سمنچیک میگویم. من همچنین معلم نشان دادیم که کدام کنوپکه را جه کدامش نه ایستگاه به چه ایستو چه درو کشو همیت اپام دا نشان دادیم. ترالیبوس‌های بین‌نقل در شرکت بیلکومونمش جمهوری بلاروس استحصال شده امکان دارند هنگام حرکت با سیم در خود نیروی برق را ذخیره نمایند. در حالت ضروری او میتواند تا مسافه 15-20 کیلومتر بین‌نقل حرکت کند. با وجود آنکه مردم از ترالیبوس‌های کهنه و فرسوده و با سیم‌های کنده در خیابان‌های دوشنبه خسته و دلگیر شدند، با مورد استفاده قرار دادن ترالیبوس‌های بیسیم اظهار امیدواری می‌کنند که وضع مسافرکشانی در دوشنبه بهتر خواهد شد. فعلا به دوشنبه تنها 4 ترالیبوس را برای دوره 6 ماهه آموزشی آوردند. در موردی با اقلیم تاجیکستان با اقلیم شهر جمع مطابق بودن و از جهت نشانده‌های عمری برتریشان معین شدن، آینده مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر دوشنبه تعداد این نوع ترالیبوس را در شهر دوشنبه زیاد کردن در نقشه دارند. حالا در 7 خط سیر ترالیبوسی شهر دوشنبه 87 عدد ترالیبوس به مسافران خدمت می‌رسانند. این گزارش آخری برنامه امروز بود. اخباری از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org بخوانید و گزارش‌های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تا ملاقات بعدی در هفته نو، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.